الکسی ناوالنی یکی از چهره‌های نمایان مخالف رژیم پرزیدنت کنونی روسیه ولادیمیر پوتین که در مابس رقم 3 در منطقه خارپ حوزه مختار یمال و نینتسک ادای حکم کرد، در زندان جان خود را از دست داده است. در این باره اداره خدمات فدرالی زندان‌های روسیه در حوزه یمال و نینتسک خبر داد. در بیانیه خدمات فدرالی زندان‌ها آمده است که 16 فوریه سال 2024 در مؤسسه اصلاحی رقم 3 محکوم شده ناوالنی پس از سیر و گشت خود را بد کرده از هوش رفت. کارمندان بخش طبی مؤسسه اصلاحی در حال حاضر شده یاری تاجیلی را دعوت کردند. ضمن رسانیدن یاری تاجیلی، طبیبان چاره‌های ضروری را برای احیا انجام دادند، ولی کمک‌های آنها نتیجه مثبت نداد. طبیبان یاری تاجیلی مرگ محبوس را تصدیق کردند. سبب‌های مرگ محکوم شده معاین کرده می شود. ناوالنی همگی 47 سال داشت. لیانید سالاویوف ادوکات ناوالنی گفت بار آخر ادوکات با او روز چهارشنبه 14 فوریه در زندان ملاقات داشت و احوال ناوالنی خوب بود. حامیان حقوق نیز گفتند که ناوالنی به آنها از سلامتیش شکایت نکرده بود. الکسی ناوالنی مخالف سرسخت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بوده. چند سال پیش در فرودگاه تومسک زهرآلودش کرده بودند. او هم وقت برای طبابت به خارج رفت، ولی بعد انجام طبابت با وجود هشداری‌های زیاد به روسیه برگشت و ماه ژانویه سال 2021 برابر رسیدن به فرودگاه مسکو دستگیر شد. ماه آگوست سال 2023 ناوالنی را با جرم تشکیل و سرمایه‌گذاری سازمان افراطی دادگاه در پایتخت روسیه به 19 سال روانه زندان نمود. اما ناوالنی حکم دادگاه را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته خود را بیگناه می‌سازید. کشورهای غرب و حامیان حقوق نیز الکسی ناوالنی را محبوس سیاسی می‌دانند و بارها از حکومت روسیه طلب کردند تا او را بدون قید و شرط و فوراً آزاد کنند. تا 23 دکامبر سال 2023 ناوالنی حکم خود را در مؤسسه اصلاحی رقم 6 ولایت ولادیمیر ادا می‌کرد، ولی او در سانحه 26 دکامبر سال 2023 خبر داد که او را به زندان نظامش مخصوص در منطقه یمال و نینتسک انتقال دادند. مرگ مرموز ناوالنی موج واکنش‌های بین المللی را به بار آورده است. رئیس شورای اروپا شارل میشل گفت اتحاد اروپا رژیم حاکم روسیه را مسئول مطلق مرگ فاجعه‌ای ناوالنی می‌شمارد. جنگاوران می‌میرند ولی مبارزه برای آزادی هیچگاه به پایان نمی‌رسد، گفت شارل میشل. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی شخصا پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را در مرگ ناوالنی گناهکار کرد و گفت پوتین به خاطر حفظ کرسیش به کشتار هر کسی دست میزند. توبیاس بیلسترم وزیر خارجه شویتسیا مرگ ناوالنی را خبر دهشتبار و باز یک جنایت مودش رژیم پوتین نامید. مارک ریوته سروزیر هلند نیز مرگ ناوالنی را بیانگر بیرحمی به مثل مانند رژیم روسیه نامید و گفت ناوالنی در یک شرایط شدید و غیر انسانی ادای حکم میکرد و خود را در راه آزادی قربان کرد. الکساندر دکرو سروزیر بلژیک گفت این مرگ بار دیگر به سبب حمایت اروپا و غرب از اوکراین تاکید میکند. روسیه در اوکراین نباید پیروز شود، گفت دکرو. یان لیپافسکی وزیر خارجه چخیا گفت روسیه با یک دولت بی‌ترحم تبدیل یافته است و آنهایی را که آرزوی آینده بهتری را دارند به مثل نیمچو و ناوالنی تنها برای مخالف پوتین بودنشان به زندان میاندازند و با عذاب میکشند. وزیر خارجه فرانسه استفان سژورنه مرگ ناوالنی در زندان را بیانگر واقعیت‌های رژیم ولادیمیر پوتین نامید و گفت که ناوالنی برای مقاومتش به استبداد جان خود را قربان کرد.